اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. عزیزان دل، در این جلسه میخواهم باطل سحری را به شما آموزش دهم که خودتان به راحتی بتوانید، اگر سحری دارید، اگر دوستانتان سحری دارند و سحر شده اند، بتوانید باطل کنید. بسیار روش ساده و آسانی هست که هر کسی خودش میتواند این کار را انجام دهد. در ابتدا همه چیز اول با وضو، با طهارت کامل، در اتاقی تنها رو به قبله. چیزهایی که برای باطل کردن این سحر لازم داریم: 1 عدد لیمو سنگی که همه شما لیمو سنگی را میشناسید و 7 عدد میخ کفاشی. میخ کفاشی را که همه شما دوستان باید دیده باشید. وقتی که لیمو سنگی و میخ کفاشی را که از قبل تهیه کردید و 1 عدد لباس زیر شخص سحر شده مثل یه زیرپوش لازم داریم. در ابتدا میخهای کفاشی تک به تک میخها را بر می داریم، بر جلوی دهانتان می گیرید و 7 بار آیت الکرسی بر روی هر میخ تا هو العلی العظیم می خوانید. بر روی هر میخ 7 بار آیت الکرسی تا هو العلی العظیم و بر روی هر میخ 3 بار 3 قل، سوره توحید، سوره فلق و سوره ناس را هم بر روی هر میخ 3 بار میخوانید. زمانی که خواندن شما بر روی میخ ها تمام شد، حالا نوبت به آن میرسد که میخ ها را تک به تک، دانه به دانه، به دور لیمو سنگی، وسط لیمو سنگی، به دور لیمو سنگی حالت دایری میخ ها را فرو کنید به داخل لیمو سنگی. زمانی که میخها را به دور لیمو سنگی فرو کردیم، حالا لباس زیر شخص سحر شده را بر دور این لیمو سنگی میپیچیم و این لیمو را در جای تاریکی میگذاریم، مثل کشویی، کمدی، جایی که تاریک باشد، نور به آن لیمو نرسد. به مدت 3 روز باید در جای تاریک بماند. بعد از این 3 روز لیمو را در می آوریم و به لیمو نگاه کنید، ببینید بر سر این لیمو چه آمده است. می بینید که لیمو اگر واقعا سحری داشته باشید، این لیمو می گندد، خراب می شود، می پوسد. اگر کامل خراب شده بود و کامل پوسیده شده بود، پس بفهمید که سحر شما بسیار سحر قوی بوده است و انشاءالله به امید خدا سحر شما باطل شده است. پس از آن لیمو را ببرید بر بیابانی جای بیاندازید با آن لباس، یا هم به زیر خاک دفنش کنید با آن لباس. دیگر از اون لباس به هیچ عنوان استفاده نشود. با امید خدای یکتا سحر شما باطل شده است. امیدوار هستم عزیزان از این باطل سحر بسیار مجرب استفاده کنید و کمال استفاده را ببرید و اگر سحری دارید سحرتان باطل شود. با امید خدا، من الله توفیق. خدا یار و نگهدار شما عزیزان.